سلام دوستان، اینک درس نوبتی ما. در این درس ما صحبت میکنیم مورد استفاده درستی A و N. A و N رو ما اساساً در کجا استفاده میبریم؟ پیش از اسم ها. یعنی که اسم چی است؟ اسم این شخص، اشیا، مکان و یا حیوانات میباشند. و A و N این ارتیکل ها. و معنای چی رو دارن A و N؟ این رو در خاطر گیرید. A و N معنای یک رو دارن و آنها تنها استفاده میشوند پیش از اسم های شکلی تنها. این یعنی که قاعده اساسی ما است در این درس. رفتیم در مثال ها میبینیم. خب در اینجا میبینیم A N A banana N apple. ما A رو استفاده میبریم پیش از اسم هایی که با آوازی همصدا سر میشوند. B مثلا همصدا است. و N رو ما استفاده میبریم پیش از اسم هایی که با آوازی صداناک آغاز میشوند. شما صداناک ها را الکی میدونید. خب A banana N apple. به فکر شما در مثال نوبتی چی استفاده میبریم؟ C اینجا چی است؟ C همصدا است. برای همین چی استفاده میبریم؟ A cat. مثال دیگر boy. چی استفاده میبریم؟ A boy. egg. ای چی است در اینجا؟ صداناک است. برای همین استفاده میبریم چی؟ an egg. اوکی؟ خب در این طرف میبینیم در مثال دیگر doctor. این چی است؟ شخص است. برای همین استفاده میبریم. ما گفتیم که در پیش از اسم ها یعنی که اسم چی است؟ مفهوم گذاشتیم الکی. A doctor. Elephant چی است؟ این حیوان است. برای همین چی استفاده میبریم؟ و آغاز میشد با حرف E. An elephant. Okay? So P park is what? A place. جای است یعنی مکان. A park or park. A park. Umbrella. An umbrella. U این حرفی صداناک است. Orange. O صداناک. An orange. یک بار دیگر تکرار کردم بگذاریم. ما A و N رو استفاده میبریم پیش از اسم های تنها. و مثل هر وقت اگر میخواهید که زبان انگلیسی رو بیشتر آموزید با صفحه ما ابونه شوید و با دوستانتون روان کنید تا که آنها هم آموزند.